به 4مین قسمت از شراب‌های عجیب خوش اومدید. شراب خوک گورکنی. در کشور گرجستان شرابی وجود داره به اسم شراب خوک گورکنی که در بشکه‌هایی که حاوی پوست خوک هستن تهیه میشه. برای اینکه شرابشون طعم خوبی بگیره میان این کار رو انجام میدن. شراب بعدی شراب اسکاراب و باز هم در کشور گرجستان از گوشت حشره‌ای به نام اسکاراب میان شراب درست میکنن. من که عمرن این شراب ها رو امتحان کنم، شما رو نمیدونم. شراب بعدی شراب چیلی مارتاست که در کشور مکزیک تهیه میشه. این شراب تهیه شده از فلفل تند چیلیه و بسیار بسیار هم تنده. مکزیکی ها عاشق تندی هستن، پس شراب های تند واسه شون فوق العاده است. شما هم اگر شرابی میشناسید که کسی اسمشون نشنیده حتما واسه هم کامنت بذار. دمت گرم.